سلام. سوال امروز خیلی ساده است ولی برای خیلی‌ها واقعاً سخته. شما چقدر راحت درباره نیازهای جنسیتون حرف میزنید؟ با پارتنرت، با همسر و یا حتی با خودت؟ خیلی از ما سالها با بدنمون زندگی میکنیم اما هیچ وقت یاد نمیگیریم چطور ازش حرف بزنیم. میخوای بیشتر نوازش بشی ولی نمیگی. دلت رابطه عمیق‌تری میخواد ولی خجالت میکشی حرف بزنی. یا شاید حتی خودت هم ندونی دقیقاً چی میخوای ولی میدونی که یه چیزی کمه. چرا اینطوره؟ از بچگی بهمون گفتن حرف نزن، زشته، حیا کن. مخصوصاً برای خانوم‌ها که همیشه باید نقش پذیرنده، نجیب و ساکت و بازی کنن. اما نتیجهش چیه؟ سکوت، سرخوردگی، سوء تفاهم و رابطه‌ای که از بیرون خوبه ولی توش پر از نارضایتیه. پس چی کار کنی؟ اول با خودت رو راست باش. بدن تو حق توه. بعد کم کم با پارتنرت گفتگو کن. نمیخواد یه سخنرانی داشته باشی. میتونه خیلی ساده باشه. مثلا من وقتی فلان طور نوازش میشم واقعا لذت میبرم. احساس میکنم یه چیزی کمه. بیا با هم کشفش کنیم. یادت باشه حرف زدن درباره رابطه جنسی نه بی‌حیاییه و نه خودخواهی. این یعنی به عنوان یه انسان بالغ داری به رابطت، به پارتنرت و به خودت احترام میذاری. حالا نوبت شماست. شما چقدر راحت درباره نیازهای جنسیتون حرف میزنید؟ کامنت کن. شاید حرف تو صدای خیلیای دیگه باشه. اگه این ویدیو برات مفید بود سابسکرایب یادت نره. من دکتر سامین قراره اینجا از چیزهایی بگیم که همیشه ناگفته موندن.